به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنم. کتاب چراغ‌ها را من خاموش میکنم، نوشته زویا پیرزاد هستش که در نشر مرکز چاپ شده. این رمان که نخستین بار در سال 1380 خورشیدی منتشر شد، یکی از آثار پرفروش ادبیات داستانی ایران به شمار می رود و تاکنون بیش از 160 بار تجدید چاپ شده است. پیرزاد در این اثر داستان زندگی روزمره زنی خانه‌دار را روایت می کند و دغدغه‌های شخصی و اجتماعی او را به تصویر می کشد. سادگی روایت و همزاد پنداری با شخصیت اصلی از جمله ویژگی‌هایی است که مخاطبان را به این اثر جذب کرده است. خب با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاه درباره نویسنده کتاب، خانم زویا پیرزاد، برای شما میخونم. زویا پیرزاد، نویسنده و داستان نویس معاصر ایرانی، در سال 1331 خورشیدی مطابق با 1952 میلادی در آبادان به دنیا آمد. وی از مادری ارمنی و پدری روس‌تبار است و دوران کودکی و تحصیل را در آبادان گذرانده است. پس از اتمام تحصیلات به تهران آمد و در آنجا ازدواج کرد و صاحب 2 پسر به نامهای ساشا و شروین شد. هرچند که پیرزاد بعدها در آلمان ساکن شد، تجربه زندگی در جامعه چند فرهنگی جنوب ایران به او کمک کرده است تا درک عمیقی از تنوع فرهنگی و مسائل هویتی به دست آورد. پیرزاد فعالیت ادبی خود را با ترجمه آغاز کرد. از جمله ترجمه‌های شناخته شده او میتوان به آلیس در سرزمین عجایب، اثر لوئیس کارول و مجموعه‌ای از هایکوهای شاعران آسیایی با عنوان آوای جهیدن قوت اشاره کرد. پیرزاد در اوایل دهه 70 خورشیدی به صورت جدی وارد عرصه نویسندگی شد و 3 مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر ساخت. مثل همه عصرها در سال 1370، طعم گس خرمالو در سال 1376 و یک روز مانده به عید پاک در سال 1377. این مجموعه ها به دلیل نثر متفاوت و رویکرد جدیدشان مورد استقبال قرار گرفتند و بعدها در یک کتاب با عنوان 3 کتاب توسط نشر مرکز به چاپ رسیدند. داستان کوتاه طعم گس خرمالو برنده جایزه 20 سال ادبیات داستانی در سال 1376 شد. آثار دیگر زویا پیرزاد شامل روزهای آبی، آدم برفی، یک نگاه ساده و عادت می‌کنیم است. همه این آثار نیز مورد استقبال خوانندگان قرار گرفتند و بارها تجدید چاپ شدند. اما شهرت اصلی او با انتشار اولین رمان بلندش، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، در سال 1380 رقم خورد. این رمان که در آبادان دهه 40 روایت می شود، علاوه بر اینکه مورد اقبال عمومی قرار گرفت، بسیاری از جوایز مهم ادبی سال 1380 را از آن خرد کرد و او را به یکی از مهمترین نویسندگان زن معاصر ایران تبدیل کرد. رمان بعدی او عادت می‌کنیم نام دارد که در آن نیز به مسائل زنان و زندگی آنها پرداخته است. سبک نوشتاری زویا پیرزاد به سادگی، روانی و دقت در جزئیات شناخته می شود. او با ظرافت به زندگی عادی و دغدغه‌های روزمره به ویژه در میان اقلیت‌های مذهبی و زنان می‌پردازد و تصویری واقع گرایانه و عمیق از جامعه ارائه می‌دهد. لطفاً با من همراه باشید تا فصل اول این کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم. این کتاب رو خانم پیرزاد به 2 پسرشون ساشا و شروین تقدیم کردند. فصل 1. صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیج در فلزی حیاط و صدای دویدن روی راه باریکه وسط چمن. لازم نبود به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کنم. 4:15 بعد از ظهر بود.
در خانه که باز شد دست کشیدم به پیشبندم و داد زدم: روپوش در آوردن، دست و رو شستن. کیف پرت نمی کنیم وسط راه رو. جعبه دستمال کاغذی را سراندم وسط میز و چرخیدم طرف یخچال شیر در بیاورم که دیدم 4 نفر دم در آشپزخانه ایستادند. گفتم: سلام، ناگفته بودید مهمان دارید، تا روپوش عوض کنید عصرانه دوستتان هم حاضر شده. خدا رو شکر کردم فقط یک مهمان آوردن و به دخترکی نگاه کردم که بین آرمینه و آرسینه این پا و آن پا می شد. از دوقلوها بلندقدرتر بود و وسط 2 صورت سرخ و سفید و گوشتالو رنگ پریده و لاغر به نظر می آمد. آرمن چند قدم عقب‌تر ایستاده بود. آدامس می جوید و به موهای بلند دخترش نگاه می کرد. پیراهن سفیدش از شلوار زده بود بیرون و 3 دکمه بالا باز بود. لابد طبق معمول با یکی دست به یقه شده بود. بشقاب و لیوان 4 را گذاشتم روی میز و با خودم گفتم امیدوارم باز احضار نشوم مدرسه. آرمینه نوک پا بلند شد و دست گذاشت روی شانه دخترک. با امیلی توی اتوبوس آشنا شدیم. آرسینه دست کشید به موهای امیلی. تازه آمدن J4. روال دیگری از جانانی درآوردم. چطور متوجه اسباب کشی نشده بودم؟ J4 خانه روبروی ما بود، آن طرف خیابان. آرمینه پرید وسط فکرم. دیروز اسباب کشی کردم. آرسینه ادامه داد: همان وقت که ما باشگاه بودیم. بعد دوتایی چرخیدن طرف دخترک. لبه جیب روپوش آرمینه برای خدا میداند چندمین بار شکافته بود. قبلنها J4 خانه صوفی بود. ندیده میدانستم لبه جیب آرسینه هم شکافته. مامان صوفی خاله نیناست. بندینک یقه سفید آرمینه باز بود. عمو گارنیک بابای صوفیه. آرسینه بندینک یقه خودش را باز کرد. وای که چقدر بامزه است. نه آرمینه؟ آرمینه تون سرتکان داد. میمیریم از دستش، بس که میخندید. یقه های هر دو را باز کردم و به دخترک نگاه کردم که خیلی هم حواسش به دوقلوها نبود. دستها را از پشت به هم قلاب کرده بود و از زیر چشمی دور و بر را نگاه میکرد. لبهایش صورتی پررنگ بود، انگار ماتریک زده باشد. رول 4 را از وسط قاش دادم و گفتم: دست و رو شستن. بیرون که رفتن ور بدبین ذهنم مثل همیشه پیله کرد. دخترک با آن دقت به چی نگاه میکرد؟ مبادا جایی کثیف باشد، نکند آشپزخانه به چشمش زشت یا عجیب آمده. ور خوشبین به دادم رسید. آشپزخانه شاید زیادی شلوغ باشد اما هیچ وقت کثیف نیست. در ضمن نظر یک دختر بچه نباید برای آدم مهم باشد. پنیر مالیدم روی کره. ساندویچ را گذاشتم توی بشقاب 4 و نگاهم را دور گرداندم. به گلهای خوش کرده و کوزه های گلی بالای قفسه ها نگاه کردم. به حلقه های فلفل قرمز و سیر که آویزان کرده بودم به دیوار. ور خوشبین دلداری میداد. همه اینها و کلی چیزهای دیگر که توی آشپزخانه های دیگران نیست و توی آشپزخانه تو هست. برای خودت زیباست و حتی اگر مادر و خواهر و دوست و آشنا بخندند و بگویند آشپزخانه کلاریس عین کلبه جادوگر قصه هنزل و گرتل شده، نباید به خاطر حرف دیگران سلیقه‌ات را عوض کنی و نباید از حرف مردم دلگیر شوی و نباید. چشمم افتاد به گلدان روی حره پنجره. باید خاکش را عوض می‌کردم. آرمن با دست و روی شسته زودتر از دخترها به آشپزخانه برگشت. موها را خیس کرده بود و خوابانده بود روی سر. طره‌های جلو را ریخته بود روی پیشانی. پیراهن سیاه محبوبش را پوشیده بود که روی سینه نقش کله قوش داشت با شاخه‌های خیلی بلند. انگار تذکرهای هر روزه کم کم اثر می‌کرد و پسر 15 سالم یاد می‌گرفت تمیز و مرتب باشد. کاش مادرم بود و میدید. شیر ریختم توی لیوان و گفتم: کاش نانی بود و میدید. لیوان را برداشت. چی میدید؟ روبرویش نشستم. دست زدم زیر چانه و نگاهش کردم که نوه‌اش فقط برای باشگاه و مهمانی نیست که موشانه می‌کند و لباس تمیز می‌پوشد، که حرف گوش کن شده و توی خانه هم مرتب است.
تا دست دراز کردم گونه‌اش را نوازش کنم، تند سرش را عقب کشید. نکن، موهام خراب شد. دستم لحظه‌ای توی هوا ماند. بعد از روی میز نمکدان را برداشتم که لازم نداشتم. آرسینه و آرمین دست‌های امیلی را گرفته بودند، می‌کشیدند. بیا، خجالت نکش، بیا. امیلی به من نگاه کرد. چشم‌های درشتش مثل دو تیله سیاه و براق بود. لبخند زدند. بیا توی امیلی. آرمن از پشت میز بلند شد و صندلی را برای امیلی عقب کشید. ماتم برد. این یک کار جزء تذکرهای هر روزه نبود. آرمینه و آرسینه طبق معمول یکی در میان حرف می‌زدند. امیلی با مادر بزرگ و پدرش آمده آبادان. کاش موهای ما هم مثل موهای امیلی صاف بود. امیلی از ما 3 سال بزرگتر است. امیلی قبلا ها مسجد سلیمان مدرسه میرفته. لندن هم مدرسه رفته. ککلته هم مدرسه رفته. آرمن زد زیر خنده. ککلته نه، خنگ خدا، کلکته. دوقلوها به روی خودشان نیاوردند. ماما ببین دستهای امیلی چه سفیده، عین دستهای راپونزل. آرمن که زیر چشمی به امیلی نگاه میکرد دوباره زد زیر خنده و دوقلوها این بار براق شدند. قبل از اینکه بگو مگو سر بگیرد توضیح دادم که راپونزل عروسک آرسینه است. آرمینه گفت خودمان توی اتوبوس گفتیم. آخرین جرعه شیر را خورد و لیوان خالی را گرفت طرفم. آرسینه ساندویچ گاز زد و با دهن پر گفت برای همین آمد که. آرمینه گفت که یک کوچولو راپونزل را ببیند و زودی برگردد. شیر لطفاً. برای آرمینه شیر ریختم و به آرسینه گفتم با دهن پر حرف نمیزنید. آرمینه جرعه شیر خورد وگرنه امیلی بی اجازه خانه کسی. آرسینه گفت مادر بزرگ دعواش. دوتایی با هم داد زدن وای و زل زدن به امیلی. دور لب آرمینه سفید بود. از جعبه کرنک دستمالی بیرون کشیدم، دادم دست آرمینه و گفتم دور دهن. بعد چرخیدم طرف دخترک. به مادر بزرگت خبر دادی که زنگ زدن. امیلی از جا پرید. وسط راهرو بودم که دوباره زنگ زدن. از روی کیف‌های ولو روی زمین رد شدم و در را باز کردم. در ارتفاعی که منتظر بودم کسی را ببینم هیچ کس را ندیدم. سرم را خیلی پایین بردم تا دیدمش. قدش کوتاه بود، خیلی کوتاه، تقریباً تا آرنجم. لباس روپوش مانند گلداری پوشیده بود و شال بافتنی سیاهی بسته بود دور کمر. گردنبند مروارید زرجی به گردن داشت. قورباغه‌ای توی چمن صدا کرد و زن قد کوتاه تقریباً فریاد زد امیلی اینجاست. هول شدم. از دست این بچه‌ها هیچ وقت حرف گوش کن نیستن. گردنبندش را چنگ زد. اینجا نیست؟ برگشت برود که گفتم اینجاست. همین الان فهمیدم بیخبر آمده. حتما نگران شدی. گردنبند را ول کرد و چشم‌ها را بست. بچه بی فکر. گفتم حق دارید. من هم بودم نگران می شدم. بفرمایید تو. چشم‌ها را باز کرد، سر بالا گرفت و انگار تازه متوجه هم شده باشد زل زد به صورتم. بعد تون دست کشید به موها که پشت سر جمع بود. ببخشید بچه احمق حواسم را پرت کرد. موها یک دست سفید بود. دستش را جلو آورد. المیرا سیمونیان هستم، مادر بزرگ امیلی. قورباغه ناپیدا دوباره قور کرد و این بار قورباغه دیگری با قور بلندتری جواب داد. دستپاچه شدم. دلیلش شاید کوتاهی قد مادر بزرگ امیلی بود یا گردنبند مروارید در ساعت 4 بعد از ظهر یا شال پشمی در آن هوای گرم یا لحن خیلی رسمی. شاید هم صدای قورباغه‌های لعنتی که بعد از این همه سال زندگی در آبادان نه به قیافهشان عادت کرده بودم نه به صدایشان. دستم را کشیدم به پیشبند و بردم جلو. کلاریس هستم، آیوازیان. چرا خودم هم مثل این موجود کوتاه حرف می‌زدم؟ دستم را چنان محکم فشرد که حلقه ازدواجم انگشتم را درد آورد. چشمهایش را ریز کرد. از آیوازیان‌های جلفا چروک‌های دور چشم‌ها یک اندازه و یک شکل بودند، انگار کسی با دقت هاشور زده باشد. مادرم میگفت چرا مثل همه زنها حلقه‌ات را دست چپ نمی‌کنی؟ توضیح دادم آیوازیان فامیل شوهرم است، از آیوازیان‌های تبریز. مادرم اصفهان به دنیا آمده. آرشالوس وسکانیان یا وسکانیان. میشناسید؟ خواهرم پوزخند میزد. پس مردم از کجا بفهمند کلاریس خانم شبیه بقیه زنها نیست؟ باز دست کشید به موها.
اگر لقبشان را بدانم شاید بشناسم. خیلی سال جلفا نبودیم. منومن کردم. لقب‌هایی که ارمنی‌های جلفای اصفهان به همدیگر می‌دادند خیلی از سر خوشجنسی نبود. به پدر بزرگ مادرم می‌گفتند میثاق دهن لق، که البته خوش نداشتم همه بدانند. همسایه قد کوتاه هم خوشبختانه خیلی هم منتظر جواب نبود. انگار حوصله‌اش سر رفته باشد. پا به پا شد. لطفاً امیلی را صدا کنید، خیلی کار دارم. از جلوی در کنار رفتم. بفرمایید تو، با بچه‌ها عصرانه می‌خورد. دوباره گردنبند مرواری را چنگ زد. عصرانه؟ این بار هیچ قورباغه‌ای صدا نکرد، ولی باز دست پاچه شدم. ساندویچ کره پنیر با شیر. چرا توضیح میدادم؟ نگاهش را پایین آورد و زل زد به صلیب کوچک گردنم. پنیر دوست ندارد. شیرش هم حتما باید گرم باشد. با 2 قاشق چایخوری عسل. دوباره داشت فریاد میزد. حس کردم به بیماری داروی اشتباه دادم. قبل از اینکه حرفی بزنم آمد تو. از روی کیف‌های ولو 3 بار پرید و خودش را رساند به آشپزخانه. کیف‌ها را با لگد پس زدم و دنبالش رفتم. امیلی چسبیده بود به دیوار. فشار بدن ظریفش داشت سیاه قلم سایات نوآ را پاره می‌کرد. نیمرخ شاعر رو به امیلی بود. از ذهنم گذشت معشوقه سایات نوآ که در شعرها گذر صدایش می‌کنند حتما شبیه امیلی بوده. مادر بزرگ این بار واقعا فریاد زد. اگر از پنجره ندیده بودم آمدی اینجا، باز باید دور شهر را می‌افتادم. دوقلوها با دهان باز نگاهش می‌کردند و آرمن چنان خیره شده بود به زن کوتاه که مطمئن بودم الان می‌زند زیر خنده. برای اینکه حواس آرمن را پرت کنم و حرفی هم زده باشم گفتم امیلی چرا نگفتی پنیر و شیر سرد دوست نداری؟ نگاه همه رفت روی بشقاب و لیوان خالی امیلی. معذب به مادر بزرگ نگاه کردم. بچه‌ها با هم که باشن؟ بی توجه به من رو به امیلی قرید را بیفت و دخترک مثل خرگوشی که دنبالش کرده باشند از آشپزخانه بیرون دوید. در خانه را بستم و از این طرف پشت در توری نگاهشان کردم. آخرهای راه باریکه وسط چمن نزدیک تکه‌ای از باغچه که گل نمره‌ای کاشته بودیم مادر بزرگ دست بلند کرد و نوه پسگردنی محکمی خورد. چین‌های پشت دری را مرتب کردم، از راهرو گذشتم و فکر کردم کاش بچه‌ها کتک خوردن دوستشان را از پنجره آشپزخانه ندیده باشند. توی آشپزخانه آرمین ایستاده بود. روی صندلی و شکم داده بود جلو. رو به آرسینه فریاد زد را بیفت. 3 نفری زدن زیر خنده. هرچه سعی کردم نخندم نشد. خیلی کوتاه‌تر از خانم سیمونیان نبود و ادا در آوردنش مثل همیشه شاهکار بود. فصل 2. توی اتاق خواب دوقلوها بوی همیشگی می آمد. بوی شیرین. بویی که آدم را خوابالود می کرد. آرتوش می گفت بوی دمی بچه. اتاق آرمن خیلی سال بود بوی دمی بچه نمیداد. خرس پشمالوی آرمینه را که خدا میداند چرا اسمش ایشی بود و شبها تا بغل نمیگرفت نمیخوابید و یک شب در میان گم میشد زیر در پوش پیانو پیدا کردم. بردم گذاشتم بغلش. دست و پای دراز و لاغر راپونزل موبور را که هم اسم قهرمان قصه شاهزاده خانم موطلایی بود صاف کردم دادم به آرسینه. داشتم میرفتم پرده را بکشم که روی فرش پایم به چیزی خورد. خم شدم، بوبوی چوبی را برداشتم و به دوقلوها که میگفتن قصه گفتم خستم و حوصله قصه گفتن ندارم. گفتم در عوض میتوانند فردا از حیاط گل بچینن برای خانم مانیا معلم محبوبشان ببرن. به شرطی که باقی گلها را لگد نکنند. یویو را گذاشتم توی قفسه اسباب بازی ها. پرده را کشیدم، بوسیدمشان شب بخیر گفتم و رفتم اتاق آرمن. توی تخت مجله ورق میزد. شلوار سرمه‌ای و پیراهن سفید مدرسه را از روی زمین برداشتم، آویزان کردم توی گنجه. تا آمدم میز تحریر را مرتب کنم اخم کرد. نشستم لبه تخت و به عکس بزرگ و رنگی آلندلون و رومی اشنایدر نگاه کردم که فونز زده بود به دیوار. پایین عکس با خط نستعلیق درشت نوشته شده بود نامزدهای جاودان. هدیه نوروزی تهران مصور. چشم‌های رومی اشنایدر کمرنگ و نگاه و لبخندش سرد بود. دلم می‌خواست دست دراز کنم موهای آلندلون را که داشت میرفت توی چشم‌ها پس بزنم. یاد موهام خراب شد افتادم و با خودم لبخند زدم. بعد برای 1000مین بار توی گوش آرمن خواندم که
پنهان کردن اسباب بازی‌های دوقلوها اصلا کار بامزه‌ای نیست و در ضمن جلوی مردم نباید به خواهرش بگوید خنگ خدا. آنقدر گفتم تا ملافه را کشید روی سرش و گفت خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. تا در اتاق آرمن را بستم دوقلوها صدا کردند ما. دوباره رفتند سراغشان. چارزانو نشسته بودن روی تخت با پیژامه‌های چارخانه زرد و قرمز که چند هفته پیش از بازار کویتی ها خریده بودم. آرمینه گفت چرا مادر بزرگ امیلی؟ ایشی را گرفت جلوی صورت. آرسینه جمله خواهرش تمام کرد. قدش اینقدر کوتاست. هر شب بهانه‌ای برای دیرتر خوابیدن پیدا می‌کردند. گفتم فردا شب هر چه خواستید تعریف می‌کنم. حالا زود لالا. آرمینه ایشی را از جلوی صورت پایین آورد. پس اقلا قصه بگو. دستم روی کلید برق بود. نگفتم خستم. فردا شب. آرسینه سرکش کرد. یک قصه کوچولو فقط. سر آرمینه هم کش شد. خیلی خیلی کوچولو. نگاهشان کردم. توی تخت‌های یک شکل با ملافه‌ها و روبالشی‌ها و پیژامه‌های عین هم عکس برگردان همدیگر بودند. مثل همیشه طاقت نیاوردم. به شوخی اخم کردم و گفتم خیلی خیلی کوچولو. خب دوتایی با هم گفتن آخ جان. خزیدن زیر ملافه‌ها و هیجان زده منتظر ماندند. شروع کردم. یکی بود یکی نبود. دوتا خواهر بودند که همه چیزشان شبیه هم بود. چشم و ابرو، دماغ و دهن، کیفای مدرسه، خوراکی زنگ‌های تفریح. روز این دو خواهر دوقلوها عاشق شنیدن قصه هایی بودند که از خودم می‌ساختم و قهرمان‌های قصه خودشان بودند. هنوز داشتم آسمان ریسمان می‌گفتم که پلک‌هایشان سنگین شد. پایان همیشگی قصه ها را تکرار کردم. از آسمان 3 تا سیب افتاد. آرمینه خوابالود گفت یکی برای گوینده. آرسینه با خمیازه ادامه داد یکی برای شنونده. بوسیدمشان و گفتم یکی هم برای ستایی. با هم گفتیم همه بچه‌های خوب دنیا. چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم. توی راهرو گلدوزی روی میز تلفن را صاف کردم. حتما تا 1-2 سال دیگر دوقلوها هم از وظیفه قصه‌گویی هر شب معافم می‌کردند. مثل آرمن که خیلی سال بود توقع قصه نداشت. فکر کردم وقت می‌کنم به کارهایی که دوست دارم برسم. ور ایرادگیر ذهنم پرسید چه کارهایی؟ در اتاق نشیمن را باز کردم و جواب دادم نمی‌دانم. و دلم گرفت. تلویزیون فیلم مستندی نشان میداد از پالایشگاه. آرتوش توی راحتی 3 نفره پا دراز کرده بود. روی میز جلوی راحتی و روزنامه میخواند. کنارش نشستم و چند دقیقه لوله‌ها و دکل‌ها و کارگرهای کلاهیمنی به سر را تماشا کردم. روزنامه ورق خورد و صفحه خوانده شده افتاد زمین. خم شدم برداشتم و گفتم تماشا نمی‌کنی؟ محل کارت را نشان می‌دهند. زیر لب گفت محل کارم را خودم صبح تا غروب می‌بینم. عنوان‌های درشت خبرهای روزنامه را خواندم. بازدید قریب الوقوع سفیر اتحاد جماهیر شوروی از آبادان، انتخابات مجلس و لوایح ششگانه، ساخت خانه‌های کارگری در پیروزآباد، افتتاح استخر جدید در محله سگوش فریم. صفحه را تا کردم. چه چیز این خبرهای کسالتبار برای آرتوش جالب بود؟ و ور ایرادگیر حی و حاضرم گفت اولا مربوط به کارش است. ثانیاً از اول می‌دانستی. یاد دوران نامزدی من افتادم در تهران. چند بار به اصرار آرتوش به جلسه های انجمن ایران و شوروی یا به قول همه وکس رفته بودم و هر بار حوصله‌ام سر رفته بود. پا شدم تلویزیون را خاموش کردم. رفتم کنار پنجره ایستادم. به شمشادها نگاه کردم که زیر نور ماه صاف و منظم و یک دست حیاط را دور می زدن. روز قبل آقا مرتضی مرتبشان کرده بود. چمن حیاط را که زد برای شربت آلبالو بردم. تشکر کرد و بعد دانید که 6 ماه از موعد قانونی ترفیعش گذشته و کارگزینی شرکت نفت هنوز حکمش را نداده. خواهش کرد به آرتوش بگویم سفارش بکند. هرچی نباشه آقای مهندس سینیوره. حرف ما کارگرها که در رو نداره. بعد نوبت رسید به سوال همیشگی چرا مهندس خونه توی بریم نمیگیره؟ آقای هاکوبیان که گریدش پایین تره بریم خونه گرفته. توضیح را که سالها بود به همه میدادم. از مادرم و خواهرم و دوست و آشنا گرفته تا خود آقا مرتضی
تکرار کردم که رتبه بالا و پایین معنا ندارد و محله با محله فرقی ندارد و ما در این خانه راحتیم. و آقا مرتضی مثل هر بار فقط گوش کرد. سر تکان داد و پره‌های قیچی باغبانی را کشید به شلوار کارگل و گشادش. دست کشیدم به پرده‌های پنجره و سعی کردم یادم بیاید آخرین بار کی پرده‌ها را شستم. بعد یادم آمد که به آرتوش بگویم که آقا مرتضی خواهش کرد. روزنامه ورق خورد. حق دارد. خیلی بیشتر از خیلی از سنیورهای شرکت زحمت می‌کشید. سینیور را مثل همیشه با غیظ و تمسخر ادا کرد. یادم بیانداز فردا به خانم نوراللهی بگویم یادم بیاندازد به کارگزینی تلفن کنم. سر برگرداندم طرف پنجره و توی دلم گفتم آقای ما نوکری داشت، نوکر او چاکری داشت. خانم نوراللهی منشی آرتوش بود. آن طرف خیابان چراغ یکی از اتاقهای جیچار روشن شد. از آن فاصله درست نمی‌دیدم، اما چون خانه‌های شمالی همه شبیه هم بودند می‌دانستم اتاق نشیمن است. غیر از شباهت خانه‌ها بارها به جیچار رفته بودم. آن وقتها که نینا و شوهرش گارنیک ساکن جیچار بودند. آرتوش از گارنیک زیاد خوشش نمی‌آمد که زیاد عجیب نبود، چون آرتوش تقریباً از هیچ کس خوشش نمی‌آمد. عجیب این بود که در این یک مورد مادرم با دامادش هم عقیده بود. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. فقط این کتاب رو به افرادی که با رمان‌هایی با محوریت زنان علاقه دارن پیشنهاد میکنم. همچنین این رمان برای کسانی که به شناخت ابعاد گوناگون جامعه ایران در دهه‌های گذشته علاقه دارن مناسب است. اگر از خواندن کتاب‌هایی مثل رمان سووشون اثر سیمین دانشور، هرس اثر نسیم مرعشی و شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی و بازی آخر اثر بلقیس سلیمانی لذت میبرید، این اثر رو هم حتما دوست خواهید داشت. این کتاب فقط روایت زندگی یک زن نیست، روایت خیلی از ماست. روایت روزهایی که اونقدر درگیر مسئولیت‌ها، کار، خانه، همسر، فرزند و برآورده کردن خواسته های دیگران میشیم که بی صدا از خودمون و خواسته هامون فاصله میگیریم. این کتاب خیلی الهام بخشه و خیلی ازش یاد خواهیم گرفت که چیزی رو برای بعداً نذارید. بیشتر وقتها با همین بعداً گفتن‌های همیشگی به خودمون شروع میشه. بعداً به رویاهام، بعداً به علایقم، بعداً به خودم، بعداً برای جسمم، بعداً برای تغذیه‌ام، بعداً برای و بعد یک روزی بالاخره میرسه از خودمون میپرسیم من کجای این زندگی جا ماندم؟ از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.